سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان ترازنامه‌ای. بنده امیرحسین مقدم هستم و امروز افتخار اینو دارم که با آموزش ابزارهای فیبوناچی و تحلیل سهم درخواستی، یعنی سهم وسپر، در خدمت شما باشم. البته آموزش درست نیست، بنده دارم خدمت شما درس وصل میدم و بهتره که بریم تبادل اطلاعات میکنیم. طبق نظرسنجی که گذاشتیم دوستان رأی دادن که 2 مبحث فیبوناچی رو کامل تدریس کنی و اینکه ارز اولیه وسپر رو هم تحلیل کنیم و ببینیم که خب بالاخره چه وضعیتی قراره برای این عرضه پیش بیاد. اول اصلا بریم سراغ فیبوناچی، اما چون وقتمون محدوده یکم سخت میشه اینو توضیح داد و فقط کاربردش رو توضیح میدم و نمیگم چه فلسفه‌ای پشت هر کدومی که ترازهای فیبوناچی و از این حرفا، فقط کاربردشون رو میگم. خب بریم برای زدن یک مثال. بذار من اول اینو هاید کنم. ما فرض میکنیم یک روندی داریم به صورت A تا B که صعودیه و این روند میخوره به یک مقاومتی و باعث میشه وارد یک فاز اصلاحی شه. شما فرض کنید روند خورد به اینجا و وارد فاز اصلاحی خودش میشه به این صورت که میاد B تا C. حالا اینا رو نامگذاری کنیم به این صورت. ما یه روند صعودی داریم مثل A تا B و وارد یه دونه فاز اصلاحی میشه B تا C که خب قطعا به یه مقاومتی خورده، بالاخره یه داستانی بودش که باعث این اصلاح شده. وقتی وارد اصلاح میشه ما حدودا این قسمت متوجه 2 روز 3 روز که بازار منفی میشه ما متوجه میشیم خب داریم وارد فاز اصلاحی خودمون میشیم و یک ریزموجی نیستش که قرار صعود کنه، قرار اصلاح کنه. برای اینکه متوجه شیم تا کجا قرار اصلاح کنه ما یک ابزاری داریم به نام ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاحی که وقتی این تولبار قسمت چپ وارد شید سومی از بالا ابزار فیبوناچی بالا میاد که اینجا نوشته فیبوناچی ریتریسمنت یا فیبوناچی اصلاحی. حالا بستگی داره. وقتی روش کلیک میکنید، من رنگش رو تغییر بدم بذارم مثلا قرمز. وقتی روش کلیک میکنید از ابتدای روند یعنی قسمت A تا B ما اینو رسمش میکنیم. حتما دقت کنید که یک نمودارتون لگاریتمی باشه، یعنی لگاریتمی پایین نوشته لگاریتمی، و هم ابزار فیبوناچیتون لگاریتمی باشه که اینجا نوشته به حسب لگاریتمی باشه، لوگ اسکیل. وقتی این ابزار رو رسم کردید به ما یک سری تراز میده، مثلا 0.236، 0.382، نیم، 618 و غیره. این تراز هر کدوم یک فلسفه‌ای داره بر حسب یک سری اعداد ریاضیه که این اعداد به دست اومده، ولی خب کاری نداریم. وقتی بتا 3 مون به تراز 0.236 میخوره ما به این نمیگیم اصلاح، میگیم یک ریز موجه، یک موج مینوره. ماژور نیست، مینور یعنی موج ضعیفه که قرار روند ادامه پیدا کنه، این نوسان کوچیکیه به طور خلاصه. اما ماژور میشه نوسانی که قرار ادامه پیدا کنه و وارد اصلاح شه، یک مینوره و کاری بهش نداره. میگه خب این احتمالاً بعدش همینطور قراره بره بالا، مینور دیگه، یه نوسان ریزی. اما وقتی که به تراز 382 میخوره 0.382 میتونه میگه خب این وارد فاز اصلاحی خودش شد. و خب ترازهای ما هر کدوم یه قدرتی دارن، یه قدرتی واسه برگردوندن اون روند که یعنی مثلا ما الان بتا 3 نزولی شده، هر کدوم ترازا میتونن اینو به صعودی کنن مثل A تا B. 382 یکی از اون ترازهای قویه که میتونه این کارو کنه، یعنی روند رو برگردونه. بعد از اون تراز نیمه و مهمترین تراز 0.618 که خود عدد فیبوناچی همینه، گلدن ریشیو، که میتونه یعنی احتمالش هست وقتی به این تراز میخوره روند ما مثبت بشه و صعود کنه. حالا نه تا اونجا ولی تا اینجا مثلا میتونه صعود کنه و روند رو برگردونه. وقتی خب از 0.618 بگذره میتونیم بگیم که تا تراز 0.786 میتونه بره. حالا این عددا چیه؟ 236 اینا چیه؟ شما وقتی وارد تنظیمات فیبوناچیتون بشید میتونید اینا رو بر حسب درصد بذارید. خیلی بهتر شد دیگه اگه مشاهده کنید. مثلا اگه آتابمون 100% باشه، طول آتابمون 100% باشه، وقتی به 23.6 میخوره یعنی 23% اصلاح کرده، 38%، 50%، 61%، 78% و 100%، یعنی هر چی سود داده رو گرفته که وقتی از 100 هم میگذره این دیگه وارد ضرر شدیم دیگه، خداحافظ. سود که نداریم هیچ، ضرر هم کردیم. خب این از این. فرض کنیم که خب مثلا روند ما به 661% واکنششون داد و داره مثبت میشه و به سمت مثبت میره که برای پیدا کردن نقطه دیمون درست شد. خب برای ما چیکار کنیم؟
اینو پاک کنم. برای اون چیکار میکنیم که ببینید آقا اصلا هدف بعدی کجاست، کجا میخواد صعود کنه. اگه دقت کنیم واسه قبلی از آتابه رسم کردیم دیگه، اما الان برای بتا 3 میخوایم رسم کنیم. میخوام ببینیم خب این روند بیتا 3 مون که منفی بوده، که روند منفی بود، اون چقدر میخواد اصلاح کنه. اگه دقت کنید سی تا د مون یه اصلاح برای بیتا 3 دیگه. میایم چیکار میکنیم؟ دوباره از همون ابزار فیبوناچی ری تریسمنت که این دفعه بذار رنگش رو متفاوت کنم، نارنجی مثلا، میایم از ب تا 3 مون رسم میکنیم به این صورت. و اگه دقت کنید مثلا اگه ب تا 3 مون 100% باشه، اینجا 23% ب تا 3 رو اصلاح کرده، 38 نیم 61 و الی آخر. خب تا اینجا امیدوارم متوجه شده باشید ابزارهای فیبوناچی ری تریسمنت چیه دقیقاً. برای پیدا کردن اصلاح که در ادامه میگم چجوری میتونیم اهداف قیمتی رو پیدا کنیم. خب من بیتا اینم حذف کنم. اما ما یه ابزار فیبوناچی دیگه داریم به نام ابزار فیبوناچی پروجکشن یا اکسپنشن یا انعکاسی. اگر تا اینجا ویدیو براتون مفید بود، لطفا برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید. خب بریم ببینیم ابزار فیبوناچی اکسپنشن چی هست. خب اگر بعد رسم فیبوناچی ری تریسمنت ما تونستیم اصلاحمون رو پیدا کنیم و اگر روند از همین نقطه C شروع کرد و بازگشت به محضی که از سقف قبلی خودش گذشت، یعنی از این نقطه B گذشت و خارج شد، ما از یه ابزاری به نام فیبوناچی اکسپنشن استفاده می‌کنیم. یعنی قسمت تولبار سراغ ابزار فیبوناچی میایم و در ایزی تریدر نمیشه فیبوناچی اکسپنشن، اما در رهاور 365 نمیشه ترید بیس فیبوناچی. این فیبوناچی معروف به فیبوناچی 3 نقطه، یعنی ما 3 نقطه رو باید انتخاب کنیم: نقطه A، نقطه B و نقطه C. فلسفه این فیبوناچی چیه؟ معتقدن که بازار دوست داره حرکت‌های موفق خودش رو یک بار دیگه طی کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر از A تا B، من این رنگش رو درست کنم، اگر از A تا B انقدر باشه اندازش، بازار دوست داره یک بار دیگه از 3 تا D رو هم تکرار کنه. می‌بینید اندازه A تا B با 3 تا D که اینجا D باشه برابره. یعنی بازار یک بار دیگه حرکت موفق خودش رو طی کرد. اما به چه شرطی؟ زمانی که سقف سابق خودش رو بگذره. یعنی اینجا دیگه استفاده نمی‌کنیم، زمانی که سقف خودش رو بگذره. یه نکته که وجود داره، شما دقت کردید ما برای رسم ابزار فیبوناچی فقط 3 نقطه نیاز داریم: A، B، C. پس دیگه نیاز نداریم که ببینیم قبلش چی بود، نمیدونم چه اتفاق، اینطوری اومد پایین، اینطوری اومد بالا، پایین، ربطی نداره به ما، فقط ما 3 نقطه نیاز داریم. اگرچه قبلی ها به ما یک حمایت مقاومت های مهمی رو میدن، اما اصلی ترین کار ما با 3 نقطه ABC. پس وقتی میگن ارز اولیه‌ای تحلیل نداره کاملا غلط میگن. چرا؟ چون ارز اولیه بالاخره یه ABC تشکیل داده دیگه. ما فقط با این نقطه کار داریم، قبلش فقط به ما حمایت مقاومت میدن. خب این از این مورد. ما برای اینکه بدونیم دمون تا کجا قراره بره، چه مثلا تا چه اهدافی رو پیش رو داره، میایم این 3 فیبوناچی رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. به چه صورت؟ الان بهتون عرض میکنم. فرض میکنیم این برگشت و سقف خودش هم گذاشته اینجاست. میخوام بدونیم تا کجا قراره بره بالا. ابتدا میایم فیبوناچی ری تریسمنت رو انتخاب میکنیم. اگه دقت کرده باشید دفعه قبل پایین به بالا رسم می‌کردیم برای میزان اصلاح. الان ولی میخوایم هدف رو پیدا کنیم. یعنی چه؟ اینو برعکس رسم می‌کنیم. از بالا به پایین، به طوری که 100ش بالا باشه، 0ش پایین باشه. به این صورت. حتما توی تنظیمات فیبوناچی این ترازهای بالا معروف 1/272 و 2 رو هم فعال کنید. این ترازهای هارمونیک، نسبت‌های هارمونیک که متأسفانه به خاطر کمبود وقت نمیتونیم اینا رو همه رو توضیح بدم. اینا هارمونیک. پس از A تا B میایم ری تریسمنت رو رسم می‌کنیم، صورت برعکس. یک بار دیگه ری تریسمنت رو برای بیتا 3 رسم می‌کنیم. یعنی اگه یادتون باشه دوباره 100ش اینطوری، 100ش بالا، 0ش پایین. درست شد؟ به این صورت که الان 2 تا فیبوناچی رسم کردیم. که اینو بازتر کنم که راحت‌تر دیده شه. ابزار بعدی که استفاده می‌کنیم ابزار فیبوناچی اکسپنشن، همون فیبوناچی 3 نقطه‌ای برای A، B و C رسمش می‌کنیم.
خب الان شما دقت کنید ما 3 فیبوناچی رو رسم کردیم. نقاطی که بر هم دیگه همپوشانی دارن یا به اصطلاح کلاستر دارن یا اینکه 3 فیبوناچی بر هم منطبقن، شما اینجا رو دقت میکنید 3 تا فیبوناچی در یک قسمت قرار دارن. این نقاط میشه نقاط اهداف ما، اهداف قیمتی ما، یعنی به این صورت این نقطه به هم کلاستر دارن، همپوشانی دارن. این نقطه میبینید دیگه کاملا بر هم منطبقن. اینا نقاط خیلی مهمیه. این نقطه به هم دیگه همپوشانی دارن و تا بالا. اگرچه ما این دوتا ها رو هم حساب میکنیم ولی به نظر من این 3 تا بهترین اهداف قیمتی هستند. خب حالا بعد پیدا کردن نقاط کلاستر یا همپوشانی یا اوورلپ یا هر اسمی که دلتون، منطبق، هر چیزی دلتون میخواد بذاریم، این ابزارهای فیبوناچی رو پاک میکنیم. برایش شروع نشدن شکل ما میتونیم حدس بزنیم که بعد از اصلاح و گذشتن از سقف قبلی خود قراره برسه به این قیمت، یا به این قیمت میرسه برمیگرده، یا نه به این قیمت میرسه و برمیگرده. اگرچه اخبار و اینا دخیلن اما به طور عادی محتمل ترین اهداف همین نقاط کلاستر. خب امیدوارم این آموزش به درتون خورده باشه و براتون مفید واقع شده باشه. خب بریم سراغ تحلیل سهم وسپر. خب همینطور که می‌بینید چارت سهم وسپر، اگر به پست‌های قبل ما مراجعه کرده باشید و اونا رو دیده باشید یا نه جزء مخاطبای گروه مالی ترازنامه باشید، حتما میدونید که ما چند هفته پیش قبلی که وارد اصلاح شه سهم وسپر گفتیم که قیمت 1600 قیمتیه که قرار این سهم وارد اصلاح شه، که دقیقاً هم به همون 1600 تومان واکنششون داد و وارد فاز اصلاحی شد. حتی برید این پست‌ها رو ببینید. بعد اینکه وارد اصلاح شد گفتیم که اصلاح اون تا تراز 618 فیبوناچی قرار ادامه پیدا کنه که همونطور که مشاهده میکنید تا تراز 618 یا همون 61% اصلاح کرد و یک فاز مثبت رو شروع کرد. درسته؟ و خب خدا رو شکر پیش‌بینی ما دقیق در اومد. اما اگه نظر بنده رو بخواید برای وارد شدن به این سهم فعلا توصیه نمی‌کنم، تا اینکه یعنی یک تریدر موفق تریدریه که به قوانین احترام میذاره. یک معامله‌گر همیشه معتقده که وقتی سهم سقف سابق خودش رو زد وارد میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی 1600 تومان گذشت یه پولبکی هم زد، اون موقع بهترین نقطه برای وارد شدن. یعنی کجا؟ یعنی بعد پولبک این قسمت ها بهترین نقطه برای وارد شدن. خب پس توصیه بنده اینه که حالا وارد این سهم نشید مگر اینکه سقف سابق خودش رو بشکنه، وارد بالای قیمت 1620 تومان 1630 تومان وارد شد. اما ما فرض رو بر این میذاریم که این سقف سابق خودش رو شکست. ما میخوایم ببینیم اهداف قیمتیش چقدره. سقف سابق خودش رو شکست. دوباره میایم نقاط کلاستر رو روی این پیش انجام میدیم و پیدا میکنیم. یک تمرین دیگه هم داشته باشیم. قرار بر این شدش که از بالا به پایین ابزار فیبوناچی رو رسم کنیم. این صورت بر روی آ تا ب و اینکه یک بار دیگه بر روی ب تا س رسم میکنیم به این صورت. دقت کردید؟ حالا میتونیم بینش هم پاک کنیم، کنارم پاک کنیم که زیاد شروع مهم نیست. و یک بارم از فیبوناچی اکسپنشن استفاده میکنم، همون 3 نقطه آ ب و 3 که من رنگ اینو مشکی بذارم. اگر دقت کنید یه سری نقاط کلاستری به ما میده که خیلی شیک در میاد. این نقاط، این یکی اول نقاط اینه که فیبوناچی به هم منطبقن، که این قسمته که این بازه است که امکان داره وارد فاز اصلاحی شه و بعدش این قیمت. و حالا ابزار فیبوناچی رو پاک میکنیم. پس ما فرض میکنم بالای قیمت 1600 تومان میخریم و بعد از این تا قیمت حدودا 2100 تومان 2200 تومان میتونه رشد کنه تا به 2300 تومان میتونه رشد کنه، بعد وارد اصلاح شه یا نه این مرز هم بگذرونه و تا قیمت حدودا 2600 الی 2800 تومان بره و وارد اصلاح شه. اگرچه ما موارد مهمی رو پیش رو داریم مثل انتخابات امریکا و وضع خب کشورمون، حمایت از بازار مالی، خب اینا همه دخیل هستش، ولی ما فرض رو برای میذاریم که همه چی قراره خوب و عالی پیش بره
و اینکه مشکلی پیش نیاد. امیدوارم این نکته و اون آموزش و این تبادل اطلاعات به دردتون خورده باشه. حتما مراقب خودتون و سلامتیتون باشید، ماسک فراموش نشه. اگر واقعا خوشتون اومد از این آموزش، برای حمایت از ما لایک کنید چون باعث میشه که این پست رو افراد بیشتری ببینن و خب قطعا به دردشون میخوره. موفق و پیروز و شاد باشید. خدا نگهدار.